جانی ما آمدیم مهمانی، ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی. بر کوچه سیر دریا آشی پلو ببیا، بر کوچه سیر دریا آشی پلو ببیا. آشی پلو مزه دار روغنچه ها جزه دار، آشی پلو مزه دار روغنچه ها جزه دار. لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان، لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان. حسیب های عزیزی خوشمزه و خوردنی، حسیب های عزیزی خوشمزه و خوردنی. از نواری عزیزان قایل شود رفیقان، از نواری عزیزان قایل شود رفیقان. رافل های کبیر یک بار خودت رفته بین، رافل های کبیر یک بار خودت رفته بین. رحمت به کل دوستان شریکان و مخلصان، رحمت به کل دوستان شریکان و مخلصان. ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی، ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی. در کوچه سیر دریا آشی پلو ببیا، در کوچه سیر دریا آشی پلو ببیا. حافظی بزرگ میشه. این میایسته تو اگر همیشه رفتن گرن شما نمیستی. السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند، مخلصان حج و خنده. اینک دوستان عزیز و ارجمند، آژانسی تنتنه و تلویزیونی دوستداشته ما و شما از HD بهر شمایان عزیز در این شامگاه برنامه حجوی گپ را تقدیم می‌نمایم. باید بگویم که دوستان امروز من در آغاز برنامه میخواستم کمی باشد هم درباره سرپرستان و شریک و آشنایان این برنامه گفته باشیم، زیرا برخی از شمایان در پایان ویدیوی ما در شهرها می نویسید که برای چی اینقدر رکلام ها زیاد است. دوستان عزیز و ارجمند، من گفتنی هستم که البته به رکلام یگان کار پیش نمی رود. ما در یک مکانی بسیار برهوا و زیبا، این هم باشد طربخانه گویم زیتون، حضور داریم و البته شمایان عزیز می توانید با اهل عائله، دوستان، همکاران به این مکانی بسیار هم زیبا طعام های خیلی بالذت ترین آمده خودتان بچشید دوستان. و نگفته نمانیم که دوستان گرامی قدر، چون هر وقت ما رو به نوار میگیرند استودیوی عزیزان ویدیو. عزیزان ویدیو یکی از استودیوی بهترین در قلمرو جمهوری به حساب می رود. تکنیک و تجهیزات های زمانوی دوستان عزیز و ارجمند در خدمت شما است. اگر شما خواهید که برای بهری باز هم زیبا و گوارا گذراندن معرکه های خرد و کلان خود، اگر اپراتوری آواز لازم شود، مرحمت به استودیوی خوشنگ لیبل با دوستی ما ظفر جان مراجعه نمایید. سرپرستان برنامه گپی ما شرکتی مول و مساطی گشتی عزیزی دوستان، اینجا یک قطره از یک گویم خرمنی به نهایت کلانی این شرکت است و من باوری کامل دارم که هر یک نفر، هر یک خاندان در دستورخان خود از این محصولات ها گرفته لذت میبرند. شرکت عزیزی دوستان، مول و محصولات شرکت عزیزی بهترین در بازار شرکت های مول و محصولات گشتی. خانه دارید و در و تیریزه ندارید، پس به شرکت اکاپین مراجعت نمایید. اکاپین انتخاب درستی شما. دوستان امروز میگذاریم با البته چطوری که دیدید در پهلوی ما در طرف چپ به دل نزدیک استادی لطیفگوی ما دوستان، یک نفری که خیلی هم بسیار لطیفای زیاد میدونند، اکای عزیزی ما علی جان رحمتوف. علی جان رحمتوفی گریزپا گویم، خطا نمیکنیم. تشریف آوردن، ما شما رو خوش آمدید میگویم استاد و باوری کامل دارم که امروز برنامه ما خیلی باز هم جالبتر می شود از لطیفه و واقعه های عجایبی شما. خب میگذاریم دوستان با شناس کردنی، معرفی کردنی اشتراکچیان برنامه امروزه، چون هر وقت عالم جان واحدوف در مهمانی ما هستند. زنده باشید. اشتراکچی نوبتی هلال‌الدین دوست عزیزم، خوش آمدید. ایلیاس جان دوستان بیایید، خوش آمدید. عبدالخلیل از دهه رومان، خوش آمدید دوستان. یک نفر نوشته است که زادگاهی همین آدمای نگوییده میشد گفته ده. یک نفر نوشته آدمای بسیار عجایب آدما که هستن،
یکی من بگم که با یک چیز پوزلی عمده شنده گفته گیرم همین چوب مقیم جان عبدالفتاح نازشان فقط کلباسه میستاد گفته مخلصان عزیز این کلباسه آخری برنامه کی میگم میبرفته که باشه نازی همون به میستاد اگر دیگه کس میستاد همون چیز که значит مقیم کو گفته میبرم رحمت دست عزیزم سالی با یک چیز گفتن که مقیم جان عبدالفتاح فقط کتی همین گلدار پشتی من فعلا اومدم پالماوش کاناپ هفتم چیزی که شما گویتا مایک کی میبرین فرقش نمیمونه سلامت باشن گپی شما البته آروی گپی شما کار میکنیم دوستی عزیزی ما از ناحیه جبار رسولوف بهادر جان بیایید بهادر جان از دهه خوشمنظره اونجی گفتیم الکای اکوی عزیزی ما الجانکو شاعری برنامه محکمی باریدین چون هر وقت دوستان خوش آمدید باز یک فرزند گورسپای برنامه گپ علاوالدین شمسیف کجا بودید وای برنامه من خیلی جواب دادید چون کاتون مکتب سر شده گیت یا بیانات مینویسید یا ویگور میگیرید تو نکوکو کجا بودید ما تماشنده بودیم اکا دلیر جان دوست عزیزی ما مظفر جان و دوست عزیزی ما عبدالله جان خوش آمدید عبدالله جان خوش آمدید دوستم زنده باشید سلامت باشید من راستیگه بینهایت خرسندم که امروز جدا پیرای کار اون آدمایی که لطیفه بسیار میدونن همینجا حضور دارن علی جانکو عبدالله جان بسیار با یک چیز گفته گذاریم همه میپاید دیکو هلال دینکو چون اوجی بلند نگفته آقیوش بگفته اگیتن آدم مانده هم نه موسمی پخته سر شد پخته و رفتی همه اینه دیگه همه کار به فعال یک تشو تماشلینده یک تشو پختنده بود اینا چیندگی ویام میگذرونم با اینا سوال دادم که همین پخته و رفتید هلال دینکو یک تا سوال شما و پخته چیندن نظم یا پخته وای کردن کشتیکار کردن نظم میگم پخته ماندن نظم میگم نه همون از اینا 6 کیلو چیندیم 6 کیلو نه بچه ها همش یک طرفو مظفر ماشین گرفت تبریک کنیم خیلی ماشین مقیمکو حالا میخوام میگوید که صبر کنی گرد و خداوند میرساند میگوید که من قریبی خانه دارم میشد خودش پرسید هم با برنامه نبودم من تماشنی که ما گپم کار بود چقدر ماشین گرفتی مرسدس من همین از ماشینی گفتم بیایید تا نباشد یک بار همین اشتراکچی های یک بار زبچستی ماشین به یک وای کنیم شباهتی مگر مثلا گیریم از وای طرف سر کنیم بهادر جان شما منو دوستم یک کمش شما سر کنید و یا رئیس میشم خیلی عالم جان واحدوف زبچستی ماشین به اگر نگاه کنیم اگر دوستم اینا کاروبکا این خیلی سکاروست автомат میو автомат می коробка اکو وایشه میبینید خودتون تماشیده داشته یه بار میفهمید باید Hilal Dinay بچه‌ها که وای کو گلوشیتیل Hilal Dinay هم خیمون Hilal Dinay کو موتور ماشین بوی یک سوکه نمیسته اگر روغنش نرسی بلند هم میشه دوازده من اکو فهمیدم این برای چی دوره می نوازد دیگه کس گذردم ایلیاس جان چی ایلیاس جان من دوستی عزیزیمو خیلی زبچست نیست نبودی وای اینا استیکل چیستیه اینا استیکل دوستان زبازنای بالون پنجم بالون از اخی مایده چون دایم فوت بای Девчат миргадеги. Борики майде че запаска. مقیمکو الیاس جان прикладки головка اکا خلیل جان چی خلیل جان خلیلکوی من بسیار ویش به رولی ماشین به مانداغ میکنم رول با کجا با تاوید برفتم میگیرم اینا نباشد استار بستید یگان شما نرسید که سیگنال نتیم ها بهادر جان چی؟ بهادر جان پادشیدنیکی ماشین پادشیدنیک بعضی غرغر کدام میگیرن
و من خودم حیات بیام دم کنم همه برداشتی میستم اینا ولکانیزاسیه اینا استاد چی استاد الجلکا استاد من باری اول از من مهمانی کس خودتون بینتون استاد لبوی لبوی این پیش به هم تو میستم بودگیشان معلوم نبود بعضی وقت اینی توزه مخیم بردین محکم جان چی محکم جان تارموز همین سیر کدی یا برو میستم شما گاز نیه مفت نیه ترمز تارموز یا برو نه خیلی نگوید تو اینه ترمز اینای تارموز بودگیشان سببش همین که همه وقت هم استفاده نمیبرن جای دمکاری و ریسکی استفاده میبرن سانی یک چیز ده اینا شما ترمز گفته حیات اینا باشه اینا بعضی نقابدنشان ممکن نه گفتتون و یک چیزی یادم آمده وقتی آمدگینه گفته گیر میگویم ایستگاه با یک جوان استاد سو یک مویسیت پرسیدن که بچه جان تا قبرستان کدام اتوبوس میرد گفت بیا ترمزش بگو علاویدین اکو اهمیتی تام منه کوزوفی ماشین بالاش کمکک رفتگی رنگ است نه اینا زبچه است اینا ماشینی کابریالی دلیر جانا مثلا من مانند کردم که وای روچنیک بر محکمه کو کار نکردم مانند دلیر جان استفاده اگر هر دوشان کار نکنه پیش طرفی عالم جان رفتن میگیره اوی من محکمه کو ماگنیتوفون ماشین اینا ردنای کو ردنای خیلی مظفر جان صاحبی ماشین این سپویلر به اینم رفتم میگرد ماشین نه اینا مظفر جان یگان تو یک تشبیه تیتون چی درست‌تر بین تو مظفر جان اکو ماشین خودشان کو من یک چیز به مانند کردم که پیشی ماشین به یک تا وای میشد که تو هایکل فقط گردنش رو نه کوچکچه بود خیلی سپویلر بهتر چوبه گویید باشن زیان نمیکنن وقتی چاپ کنن عبدالله جان دوستم درباره زبچست عبدالله جان اکو حاضر به اکو نه اینا کلوچ فقط کلوچی بالون دیا اینا کلوچی بالون نمی تو توقی کده ابولاش بودم حلاس کده میشه درکو نشود بو نه ما اکومولاتور خیرات اهم چیت بشتاس گلوشیتر نگفته نه گلوشیتر یعنی شما وندن بادر جان مقیمکو پروتیف تومانی رحمت همین دیر کریم میبیانو کاری شدگیه باید خلاص آغاز میکنیم نباشد یک تا نازیم خویجه قصاب بود یا هر روش هم نیکتی یعنی پسرشان بعدی مکتبه تمام کردم دادا من بلیت بخوندم میرم گوین کار دین خیره وای بلیت جدا خفناک ده گوین چه خیلی خفناک میغلطم میگون من دوتا پشت از دمیش کنم افتاد خیلی محکم جان مرامت اوای طرف سر کده استودو آیند براتورون سر کده مرامت محکمه بحریدین جاش من میگم فقط محکم جان گفت من نگاه کردن گیری دو تا آشنا هابازی و رفتیانو هابازی کرده ایستان یک جا نوشته مانده که غوتی داستگی آدم گرام برات 200 تومان میتیم گفته است که گوش کن گفته خودت غوتی داستگی با این نشانته گفته است 200 کار میکنیم گفت مایلر گفته وای غوتی داست حقانی غوتی دم این نرفته است بیا ما اكو حقانی غوتی داستیم گفت نه یانشانده با یک تا نوشته مانده گفته است که مدتگیش گرام برات 500 نوشتگی محکمه بردیم سون یک شاعر بودیم شاعری عجایب بودن ده همین شعرهای مینویسن الهامشان تیز مام داد الهام جان که آشنا بودن یک محلinde خاندان بودن دکی خاندان بودن سوزیخ میکرد از گوی از یخشان یک شعر نوشته این شعر گوش کندی در کنار ردمن دریای سیر خوش دامنم را با خود بگیر گفتیم ولی درباره ماشین گفتیمو یکتاش سیتفور سرخ گذشته است گذرد دوسته گیی ایستادگی باز یکتاش سرجانچه یکتاش کپیتان داشته کپیتان وای سرجانتاش onde دکومنت گفت نیست دکومنت گفته است پراو چی گفت پراو هم نیست گفته است
Asyoq mastиш mogud hamma mast guftas. Isti namoshad ozi guftasu. Raftar kapitan efsondas. Kapitan omdu tinji bigud ha tinji. Dokument tinji gud mana guftas dokument. Pravo tinji gud mana pravo guftas. Kayfto aymi gud ne guftas kökünçi gud kökünat. Vay ne avay serjant ozi hemixi vay kudu gud. Avay serjant ozi muqarrar setfom suru guzash beguftigisan guftas. Hamin mast guftidu ako Abduxallako koroy shudagidako mast. Bort mexanik ako poyim mishtegish semegode samolyot ba. Shturman telefon میکنه 2547 وای با بورد شتورمان با جواب دید 2547 بورد شتورمان با جواب دید اگر یکتاش میبرداره بورد شتورمان وای پیلوت جواب میتیاد پیلوت یکتاش ماست خورافتیان رولانده بورد 547 جواب دید شتورمان با جواب میتیاد پیلوت دویوماش اینش هم ماست من کیم کی گاوزاسیم اگر افتا پیلوت که این لطیفه بودن یه نویابرس از اینا کارمندی بدیه گفتن یک توی خانه پیشش به افت استیانکا بوده است اون استیانکی ماشینای مونده آدما میدونم دست یا گروه توی خانه مست شده برومدگی استیانکا چی هم نیو کرش نه یک تا شما بولی ماشین به دستشین خین خکراستی همه ماشین به اکو چوکلو سیدیم بولی ماشین می خین خکراستی گفت بولی ماشین مننده و گویا کش بود گفت است یک تا آدم اکو پولی مایده شده در کار شده مانده 100 سومانی مایده کردن در کار بود است 100 سومانی مایده کردن اون تو نگاه کنه کجا مایده کنم میره گای ایستاد از کارمندی بیده همون مایده میکنم گفته میبخشید کمال همین صدیه مایده که دید گفت نه مایده هم نیست حاضر اومدم گفتی اکو یک تشلوی حافظ آشی نهار به بیادگر توی خانه و در آمده میبرد ماشین مانده برفتن در کار حتی اعلان مینویست است التماس ماشین من نکایتان درونشند مگنیتفونش نیست چیزایی گرفته میبرفتگیش نیست اکولومترش هم درست کار نمیکند یک پگاه آواشی نهار برات که بیاد پیشی ماشین با کاغذ نیست ماندگی این ماشیننده اکولومتر درست کار نکند مگنیتفونش نباشد چیزی میگفتگیش نباشد این بس 4 تا قلدرک سه در کار نیست مادر پسرش گفت است که بعضی کمبودی های زننده چشمت پوش گفت و بچه‌ام کی بکشم نباشد بازی درباره ماشین گاوزدن استاد علی جان کایو یک تا آدم ماشین فقط چیرکی میستاد است خفاش به نویسته بود ماشین شویی نمیگفته نویسته ما میبرفت است یک روز این همون بهم نگاه نه یک روز میخ کردی نویسته ماشین شویی نمیگفته همین فعلش که آمده ماشین شوشته همون میخ کی نویسته که جاشو خوشو کرده رنگ بال کرده ماشین تازه کرده آورده ماند پگاش با نویسته برفت میشد است کو زنک بچه خوابانساسو زنک بچه خوابانسا خرف اجوز کمپرین بیاد نباشد گفت اوچان آبانیسه بروم دا میفته استوالات خانه کودک گرفته آمدگی کودک نوزاد هم خرسان شد و یک مای دیکک 5 ساله یک دختر چش بوده است دخترچی کلمه این دویمش پسر چش شدگی اینقدر گفته گیره کداست مادر جان این او کوچم چو گیره کداست ندونم بچه‌ام یگان جاش در کداست گیس گفت نه پناه او جاش در میکنه کودکان سالی کلان شوند اگر بسیار سوال مدودگی میشدند یک روز بعدش میخیر یک روز تحتیلی تابستون شده سو دادای بچم جمشید جان بچم جه بیافت شدن پدرشون هم دادا گفته بیاد ما بود کردیم مصلحت کردیم هم تحتیلی تابستونی هم من املاس بعد یک خانه آچار بده و 3 ماه همونجا و دام گفته گردگان شوها چا میکن تون کی گفته است آزی کودکی نوزاد گفتیدو یک تا کودکی نوزاد اینقدر کرده همون زبانی بیاش گام میزنه اکاش نگاه کرده ایستاده یک 5 ساله اکاش نگاه کرده ایستاده گپای وایب نگاه کرده ایستاده بوش من نگاه کرده و این اوکام تاشلا تاجیک نگفت حتی زنک کخنینده توش بیره پیچان ساسو گربچه بود است که بعضی خانواده گربچه اومده میاو توشن دوسرف گشه تو با پیچانش نه میاو تو خیس کنه اون آدمش قدم کرد غرون دسته توش بیره تیار کلاس خلاصی گپ شوهرش اومدگی شوهرش پیشش به توش بیره آورده من شوهر کو توش بیره میگیرم گفت گربه میاو بود اون توش بیره ماکس نه مردا کو وای کو میروبون کو تیات هم تو خورده گربه خودش پافت است توش با غلطت زردک تو حالی من به زهر دادم من میکشتگی میفته زنش آموش قبل لغازنم وای خانه بگفته برو بازیگر گربه یکنه
همین خیلی کننگه این بدتر میکنم برده Ozi ajuz kampir guftid-ku, yakta bachcha va ovqatchi Xudodan natonisi buvash, xur ovqatda. Xur naboshat ajuz kampir va doda mefsona ovqatda. Xur, naxuni ajuz kampir va doda mefsona ovqatda. این ovqatdan ajuz kampir ham namay xuradi. و بعضی خواننده بعضی زنها بسیار داناکو و شو شاور شکر اومده چوبای هر روز دراز این خواننده کار میکنی خانه خون داشتگی نیگوت شما چوبای هر روز دراز کار میکنید ما بای نیفتاست زنگ این شب چی پختگی تو چه خوراک پخته گفت من سرکار شده خوراک پختگیم نه دستم نرسید خیلی باشه من برفتم رستوران با گفت 5 دقیقه استید 5 دقیقه گفت یک روزی دراز خوراک پخته نتونستی تو 5 دقیقه خوراک میپزیم گفت منم لباسم راهنده گیشنیکو اکون ناظران راهگویی ما بنا یکتا پیرمرد اکون مصفید خرکی اندوسیان اکون این ناظران راه گفتن که بیاک پریکال کنیم همین بوا گفتنو تو نزدیک شنگه بوا دارید کنی یک حجتو همش جاشانده میگه اکون بیایم تو فروندنو خرید دومشه بعدش بچه جان چشمم خیره دورنی بارد جا که خودتون به این تام گفتن خیلی بدیه گفتیم دیگه گم نمیزنیم بدیه چراغا کی سویتفور به یک ماشین اومده استاد پشت شما به ماشین بدیه اومده است این اوام نگاه نکرد تیزای کنم وای چون این سرخ با گذاشته من غایب شایم میفته اقفاش هایی کنم نیمی شهر من نمیخه گشته و طرفی سرتوقه رفته که بنزینش تموم شد است هم تو کارمند بدیه اومده نفهمیدم چیزی با اما گریخت تینجی میگه با خدا قسم من همه کارم نغزو زنم سردی بودم یا تا گایی گرفته بود ما همه آورده اساس میگفتی با خدا قسم ماشینم درست کرد یک تا نو بوی ماشین قیمت که برافته استاد ماشینش قیمت کنه برافته است گایی داشته است گایی دارد اپشش یک تا سکوریو یک تا پجرنی ماشین و هم داشته است دی خیلی دکومنتاش پرویر کرده سو هادی وام نیو کرده همه اینو داشته هادی شد سه داشتن گفت این وای بوی گفت است که اوای آتش کم کی وای اگنیت شوتیلم گفت yakta odami qad daroz 2 metr mudda است و اكو تابوت به نمیگونجید است همونجا مسئله شده چا کنیم اینه چخیر کده بریم محله اكو توپ شده که آدمای کلا چخیر کده اینه بریم از اینه تابوت به انداخته بردن دکا 2 متر چخیر کده بریم مصلحتانو گویتان گل yakta شافیری کم عزیز قفا باشته گفته راهش یافتم گفته است چا کنیم دورست کنیم نمیشد همین از یک کس پرسیدن که وقتی که تابوت قبرستان رو میبرن پیشی تابوت رو بین ثواب می از قفای تابوت رو بین ثواب می دست راستی تابوت کی رو ثواب می یا دست چپش کده میگه برادر درونشان نباشی میشد زن و شوهر زمرت برفته که دام گیتاسیانو از اکیریت گریف سوسیال نشون مساج گیتاسیان اون تکره شوهرشون هم خورافتگی گوش کن وای گربه خانگی به خودش مانده میگن زنشون ای وای ما وای کنیم که شما ماندید ما ماندگیم نه همین دامگیریت با خوشم نه هر سال یه گربه مراد بوده Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با تاباورش در کار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود من به گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدروردگیش لازم من یک کارگری عادی من به نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیلی باشد به شما در تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید اکپن با پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد برای آنکه پروفیل های اکپن به گرمی خنکی طبیعی ما تاباور می باشد اکپن انتخاب برای تمام حیات
دوستا حاضر صحبت کردیم نغزو من بسیار میخواهم که از همین هلالدین علاوالدین دوست عزیزم یک خواهش کنیم یک تا از ریپرتوری پدری بزرگوارتون یک تا خونیتون ما اكو این دفعه سرودی حجوی نخوندیم شاعر کمتر ما وای دم میتیم چون که پگاه این کس پخته میره سیرکار اما اگر راضی باشتون اگر مرامت اكو یک تا از ریپرتوری پدر بابا جان شمسیف رحمت مقلقو الهی روشان شاد باشد الهی امین پیش از همین نفقه برآمده و کدام استاد امین نویسنده خلقی احمد جان رحمتزاد یک سرود داده بودند دادم با آهنگ در آوردیم همین روز خوانده میتیم پروانه ام گردی سرت یک دم نشین حسن دلم را میبرد یک دم نشین تماشاگران عزیز و ارجمند اینک از ریپرتوری استاد باباجان شمسیف هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان یک سرود را در اجرای جگربندانشان میشنویم مرحمت پروانه ام گردی سرت یک دم نشین حسن دلم را میبرد یک دم نشین پروانه ام گردی سرت یک دم نشین حسن دلم را میبرد یک دم نشین پیچم به تار زلف تو یک پنجه ای دو دیدم پیچم به تار زلف تو یک پنجه ای دو دیدم گردم به موی چنبرد یک دم نشین گردم به موی چنبرد یک دم نشین بله یک روزی پرسوزی مرا پر کن به حسن دل ربا از شیشه خاطر دمی گرد و غبار غم جدا گوشی دلم را پر بکن به خنده های جان فضا نازم به ناز دل برد یک دم نشین نازم به ناز دل برد یک دم نشین پروانه ام گردی سرت یک دم نشین حسن دلم را میبرد یک دم نشین پروانه ام گردی سرت یک دم نشین حسن دلم را میبرد یک دم نشین حسن دلم را میبرد یک دم نشین حسن دلم را میبرد یک دم نشین علاوالدین شما یک دم نشینید اونجا با وزیر مایل شکم لیکن همین یک چیز استاد اگر شما همین چیزا نقصتر با امانه میدونید پیشتر تلفن نبود آیپد نبود کامپیوتر نبود چایخونه داشته این خیلی سرودوی گوشگری اپیول چایکتی همشتگی اسفرا یک تا چایخونه همش دست یک موسیقیت گاب زده است یک شیخ عرب آمده است یار دختری من کوچان دیده معقول کراست گفت سیتی باش ها خانه با آمد شیخ نه گفت ها من اكو اینو یا گرفته میبره و هم زنی بیو همین چه دخترتان چند کیلو کی باشد همین قد تیلامیتی هم گو گون دیگه آدم ها همجانه دادوی گلبهارم همجانه بودیم چیزی شد سالی گون نمیدارم نامد دیگه گون این صف بیاد خانیم هم افسانه پیتیم
پیش خواستگاری هم تماما دیگر بود دیگه بود پیش خواستگاری و اول میرفتن زنها میرفتن مردها و میدیدن طرز زندگی دختر میدیدن بعد دختر و پسر یکدیگر میدیدن همه خیلی روستکی نشان میداد میبردگی روستکی میگه من اون دختر یا او و خوشیای مولبدار علی جان عینک داراش مقیم شعر مگفتگیش محکم بعد حاضر چی خیلی شد بعد توی میشد بعد مخل دارم میشد یک روز پیش نکاح یعنی زخم میشد توی میشد حاضر خودی خواستگاری خودی داماتا میرفته خیلی نوگری شد یا تا خانه رفته است در آمده است سلام علیکم من خانه شما و خواستگاری و آمدم دخترتون بوده است گفت دادای دختر گفته است من 3 تا دختر دارم کدومش به شما حاضر ده یک 3 دختر دارم یک تاش 18 ساله اگر 18 سالشه گیری اگر من 18,000 سامان میتیم یک تاش 25 ساله کلانتر اگر اینشه گیری من 25,000 سامان میتیم یک تاش 32 ساله 32 سالشه گیری من 32,000 سامان میتیم گفت اکا ما بادا یکونده دختری 45 سالتان نیست خانه قلفیدین دامالله با قلفیدین دامالله یک آدم همسایشان غلام قادر آمدیان هنگون همین گوسفنده الماتا با ویستافکا با بردان خوشخوره جای یک کمه گرفت و چشمکاری همین چه خیلی گوسفند سال مزهش همین خواندن ایمانیت میگفتیم و یا کلا همی با این حیوانه میکنم کلا همی اره بید این خیلی نکنید من همسایه نباشید از یک پلان میفرو برم همین هم کار میکنم باید گوسفنده کشلا کرد همین نیت به $1000 جدا کردم اون دیگه بدم حد دیگهش میرم دیگه کنی با حیوانی جنتی یا پیش به بیاری چیه ما بیانم چی به نخودیم به چی نرمده باشه خونده موندی از دختری مال دختر گرفتم دست اسبی دوست داشتم کسل شد التماس همین بینید گفت در آمده دیده است اسب دیده است که اسب مازش نه برآمده گفته است برادر من یک دورو دادم اسبتون بر اگر توپ گاه نخیزد من میبیام میبینم نخیزی که باشه یا برو کشته میبرم من خصابم گفته است برفتم بعد گوسپند گپ به در آمده اسب گفته او اسب من حاضر یک چیز شوندم یک بالا که سحر از جات خیز نباشد توی میکشد دیگر این دنیای نمیبینی این زندگی نمیبینی گفته است پگاهی صاحب اسب درات که اسب راست دادش جاش همه خیلی خرسان شده برات که و اون دوست دکتر مال دکتر قصاب بیایده اسبم راست شدگی راست استاد زنده سلامت انا کو خرسندی شو من گوسپندم میکشید همون با موید کن مصلحت نکه گفت آدمو کارات نباشه انمی یک دکتری روانشناس رفته بیمارخانه کسلی‌های روحی به درآمده یه بار ما همشون دیدنم در کار کدومشون درشتگی جواب میتیم گفته برای سفید به یک چه جگز دست اینجا شنید چی بچه‌ام گفتم چنانده رسمی گوسفنده کشسو اینا پایده سید من میبیام گفت است رفته بیاد که جنی نیست اون تو بینات گردش به دیوار کشتگی جای آدم خدا و یک آیله فرامده من زن و شوهر و بچهش و ها آدم خدا قبضه آمده بچهش آدم خدا بچهش داداش به دادا زافترک به کدامش میخوریم گم زافترک به بچه‌ش میخوریم عبید بچه گفت عبید به وای داداش ماده میخوریم اوجیم بچه گفت اوجیم به میگفته وای زنه که اون تو دیده اون تو اهمیت داده نه اوجیم به بوته میخوردیم یک زن و شوهر اکن بیکار موندن زن کم گفت که شوهرش به شوهر مردک جان هنگود من وفات کنم من پریژ به تگی افلی و باشنیو گرد کنید گفته است مردکم چه که دیگه نمیتونم چه که یک بلاک حساب شیابید گفته است مالش کسی یک ما گم شده است بعد یک ما اومدگی مرد چیموش سوپ سر لخ همه جا هنگ جانده بودید گفت نپوس گفته چه که من کار کردم گفته است دیگه کارمندان همونجا گفتن که پگه سوتی دوزو تیارت بیم بودی گفته است مردک من شب خواب بینم مردیم همه گیره و ناله همه یار و دوستان اومدگی گیره کداسیان ناله کداسیان شمایی ندیدم شب خوابم شما کجانده بودید گفت من گورکاوی برفته مردک ساعتی 2 شب بیاد زنش بید سوپرمن بید گفته است
سوپرمن چه خلاب خود میخورم بید اینجا شنید کدام هم قطعه دیدم خب سوپرمن گوسوسی گفت فقط سوپرمن تروسی ابالشی مپوشات فتاس yakta maddak چورنمی سهرنده خونش به سیکین درک شد زنم نفهمد گفته سیکین درک شده نگی پاچک کدی یکته قدم مانده آمده ایستاد زده تو بیداشت یا چاوی سهر کدی انجام پشته چاک دازید گفت آشی نهار رفت آزی هم کنم دیگه یک کسی میخواد طرف خانه بشه سو پیش خدمت اجازه است اینجا بیا کانی سنه سال داگیرو خونه چند میلیون زمین داگیرو اینجا بیا تا سال پاس کنی سال بلند سال پاس کن سال بلند حتی چیه تنش دیگه آدم پیش خدمت اجازه همین شما همین به توقعات میکنید میگید هیچی کاندیشنر نیست گفتم همه خیلی بسیار نوشیده است که همه خیلی بسیار نوشیده است که حالت راه گشتنش نیست زنبر به انداخته دوستاش آورده پایگی خانهش به پرتافته برفته پایگی خانهش به پرتافته برفته که همه خوب به زمین و آسمان فرقش نیکو مست به یک محل غرر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 رrr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 
تاکسی گفته رفته بری یختان خدادینی که کشاد که طرفی راست به خطی خوشی رو همه خیلی مدد میبخشید من این ماشین شیرکشانه که داشتم تو توق که میپوشد بعد یک دم بعد همه خیلی عادشه که ایستاد کنم غرررر که کار کنه تاکسی گفته کشاده بیند گوشت میبخشید این میاسواز بوده است پوق که میپوشد سیوم دفعه غرررر که کار کنه تاکسی گفته ایستاد اویلش بیدار شده آمده زنش من به نگاه کنید نیم شب با خانو شما تاکسی چیه در کار گفت نگرم اینش شوفر زنک باز کن گفته تاکسی گفته کلیمشم 3-4 شپلاق روش بزدیان که خودش من بیا گفته هم تو خودش من اومده گمبور جنگ سرمو زدن سه نیم شب ماس اومده آدم میزنید گفت نیم شب اصلا خود چه کار کرد خدا من همین شهری بوستان به دانشگاهی کوهی هست کوهی هست همونجا به دویم کورسای ورتلیات بشینونده یک کوه با گرفته بردیم پرکتیکه با پردم سو 15 متر بلند به پرتویتون خدا تعالی گفت راهبری و سیلوی و اون دویم کورسا سالی پاس کنید 10 متر کنید اقلا بچه‌ها خودش پرتوت گفت 10 شود وای سالانگی و چسبیدم گرفت گفته است تماشابینان عزیز و ارجمند رسیدیم به فرجام برنامه گپی امروزه باوری کامل دارم که از سخنهای بمزه ما گوش شمایان عزیز در نکرد با همین با امید آرزویانی که در لبان شما همیشه خنده باشد به برنامه امروزه حسنی خاتمه میبخشیم با استاد عزیز و ارجمند گفتنی هستیم که حتما شما باید که در هر برنامه شرکت کنید تشکر زیاد خیر عزیزان سلامت باشید آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان